چی تابو بود همی عادت ماور مرده پت میکردن که کس خبر نشه که فلانی عادت ماور شده. من فهمیدم که از بدن من خون میایم، اما جایی که شیشته بودم کثیف کرده بود. من تشناب رفتم وقت از کلوخ استفاده میکردن. رفتم دیدم که چیزم خون پشت با خدایی چی هست. و زمان به تجربه این ما بود که من در خانه که دیدم همه بسیار وزن خراب بود. کاسه که کنبانا نیم ساعت یک ساعت چین میکردم میدویدم میرفتم خبر میگرفتم خلاصه این حقیقت دوامدار بود تا 3 روز. به شکر خوش آمدید، جایی که روایت‌های ممنوعه به زبان می آیند. در این اپیزود ما به سراغ یکی از آن فصل‌های از بدن زنانه می رویم که قرنها در تاریکی نگه داشته شدند. قاعدگی، واژه ساده اما سنگین از سکوت، شرم و تحقیر. در جامعه‌ای که بدن زن میدان سانسور است، قاعدگی نه یک واقعیت زیستی بلکه یک داغ ناپیداست. زنان و دخترانی که از درد بی‌تاب میشوند حق ندارند صدایشان را بلند کنند. مکتب، محل کار، مسجد، خانه، رسانه، جامعه همه طوری رفتار میکنند که انگار قاعدگی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد شرمی است بزرگ. اما اینجا در شکر ما سکوت نمی‌ترسیم، حرف میزنیم. در این اپیزود صدای از زنانی را میشنوید که از پریود گفتن یک عمل مقاومتی ساختند. زنانی که میخواهند قاعدگی را از سایه بیرون بکشند و با آن تابویی که زن بودن را شرم آور کرده رو در رو شوند. شاید وقت آن رسیده که بپرسیم اگر چیزی اینقدر طبیعی، انسانی و حیاتی است چرا باید ممنوع باشد؟ من مرسل سیاس هستم و اینجا شکر است، جایی برای گفتن بی پرده، بی عذرخواهی و بی سازش با سانسور. خوش آمدید. از آنجایی که اولین فصل پادکست شکر رو به موضوع قاعدگی، پریود یا دشتان اختصاص دادم، از سما پرسیدم که اولین تجربهش از پریود چگونه بود. اولین تجربه من از پریود مثل دیگه دختره افغانستان زیاد خوشایند نیست، چون من هیچ چیز در مورد پریود و خونریزی و این چیزا نمیفهمیدم و وقتی که من فکر کنم 12 سالم بود رفتم مکتب. در راه مکتب کم کم درد داشتم اما نمیفهمیدم این درد به خاطر چیز دقیقاً. وقتی که رسیدم به مکتب و سر صنف و اینا تازه ساعت اول شروع شد که درد من هم در قسمت رحم شروع شد و من وقت چون صنف ما کلان بود و شاگردم زیاد، هم یک صنف بود که همگی در روی زمین میشیشتن، یعنی چوکی نبود که بخوایم مردم بشینم شاگردا بشینم. بعد من یک چوکی بود که مربوط به استادا میشد، چون اول نمره صنف بودم اما اونجا در چوکی شیشتم که بعد از یک نیم ساعتی که گذشت من فهمیدم که از بدن من خون میایم و اما جایی که شیشته بودم کثیف کرده بود. وقت ما که او را دیدم بسیار وقت خطا شدم، یعنی کاملا لرزیدن دست و پای ما و احساس بدش شد و هنوزم به خودم دارم. من مانده بودم چه کار کنم، فقط یک بسته دستمال کاغذی در بکسم بود، پورا کشیدم و یعنی چوکی را پاک کردم. بعد از اینکه که او را پاک کردم دوباره نشیشتم به خاطر که دوباره کثیف نشه و دستمالایم هم تمام شده بود و خودم هیچ چیز در مورد پریود نمیفهمیدم، ترسیده بودم. دوباره در روی چوکی نشیشتم اما تا استاد تا که سنگ آخر زدن گفتم من چون اول نمره بودم استادم زیاد کار به کارم نداشتم که میشینم استاد میباش میبرد. بعد تا ساعتهای آخره که بود من همچنان درد داشتم و جدا از دردم خونریزی که تمام لباسای من لکه شده بود و تا که میخواستم به لباسم دست بزنم لباس پشتم خونی میشد. 12 سالم بود، دقیق ترش فکر کنم 12 سالم بود و از ساعتی که مکتب شروع شد 9 بود تا 1 که من استاد بودم و
تمام ساعت ها فقط امون نیم ساعت یک ساعت اول که من 6 تام دیدم که مثلا چوکی کثیف شده، دوباره بلند شدم اون را با عجله پاک کردم. بعد دیگه تمام ساعت ها را استاد بودم. سما هنگام ضبط این پادکست 20 سال دارد. از او شنیدم که چقدر این درد برایش سنگین و طاقت فرسا بود. ادامه قصه سما را خواهیم شنید، اما حالا برویم از خانم میم بشنویم. خانم میم میگوید این رنج برایش آنقدر بزرگ و عظیم است که اکنون که حتی 50 سال دارد نتوانسته است با این رنج کنار بیاید. خودم یک کلام درد و مشکلاتی که حتی نمیال ما 50 ساله شدیم اونا را حل کرده نتونستیم برای خود، چون ما تا بال قسم فرصت از این نیافتیم که یک روانشناس برای خود پیدا کنم. اما تجربه شخصی خودم که بوده، چون ما بسیار از او خدا دارم، زیاد حال مرا تا به حال کس بد میسازه. پدرم از روسیه تحصیل کرده آمده بود، پدرم صاحب منصب بود، بسیار یک خانواده روشن، چیزی تو کدام جابی چیزا نداشتیم. منتها امی هرچی که او وضعیت زایدی ما بود که کل جامعه هم و همون رقم بود و ما را یک ذره آزادتر بودیم، اما داخل خانه ریشه فرهنگ زندگی ما اون هم قسم بود. چی تابو بود امی عادت ماور، مرده پت میکدن که کس خبر نشه که فلانی عادت ماور شده. عادت ماور ما قدر جالب بود. من مادر داشتم، مادرم زبان داشت، اما حالا که من فکر میکنم ما همیشه یک مادر داشتیم که گنگ بوده و ما مادرم بیچاره از دست که تمام روز یا همیشه من یک تصویر از مادرم دارم که عامله دار بوده و سر دیگدان مصروف دیگ پخته کردن سر تندور. این مش فرصت نمیافت که بر ما یک چیزی رو بگه و برای خود از کس نگفته بود، یاد نداشت که بر ما بگه. وقتی که ما عادت ماور شدم، یک روز در تشنابه افغانستان، ما چند سال پیش برات قصه میکنم، فکر که 40 سال پیش باید برات قصه کنم یا دیگه حالا من 55 ساله هستم. تا 15 سالگی رو نه که من در 14 اگر عادت ماور شده بودم که دقیق یادم نیست، عادت ماور که شدم من تشناب رفتم، وقتا از کلوخ استفاده میکردن بسیار. وقت چی بود اونجا که رفتم دیدم که چیزم خون پشت با خدایی چی هست و خون قدر اطلاعات حال جوانای حال کل چیزا میفهمن، نه تلویزیون و من نمیفهم، نمی تلویزیون و همی کارتونی هم چیز برشان معلومات میتهم. ما خب بیخکر و گم بودیم، همی که اگر یک مادر کلام در ما چیز نمیگفت خلاص ما چیز رو نمیفهمیدیم. عادت ماور شده بودم در تشناب، نمیفهمم که من به چی حالت شدم که نمیتونستم خانه برم. در کنج تشناب قرار شیشتیم گریان کرده. باز دختر همه همسنم بود، همیشه می آمد یک جای مکتب می رفتیم، چی دولی پالی ما بود دویده و او که آمد مرا می پالید که بیا جز بازی کنیم. حالا یک وقت می بینه که من در کنج تشناب شدیم، زیر پای من خون. بازو برم گفت که نه یار ما تو از این قرار سینم تو شوی و بازو برم تکا آورد و نه اینم قسمی دیگه با پریود ما با اونو قسمی یک مسخرگی شروع شده. سابرینا در آستانه 40 سالگی است و در یکی از کشورهای غربی زندگی می کند. او اولین عادت ماهانه‌اش را در یکی از قریه‌های دور در افغانستان داشت. راستی هنوز هم برای سابرینا عادی نیست که از عادت ماهانه‌اش نام ببرد. او در مورد این میگوید که دسترسی به نوار بهداشتی چقدر برایش دشوار بوده. 13 ساله شاید بوده باشم، 12-13 قدر بودم. یک دم کلمه بلند شد به حساب دختر یک دم بسیار زود تمام میشه. ما بودیم باز ما بیچاره رو نمیموندن بیرون بریم و بیاییم و قطعش که بچه دخترهای همسن سال خود ما بازی کنیم در بیرون ها و یا دم کرده پیش خود موندم ما و یا ما و خالا و کوکا و یا میرفتیم میشتیم. باز یک روز بیرون یک کشت گندم داد که یا بر و خانه من اونم من در بالای سرم ریخته رفتیم خانه من.
رفتم که وجود یکی دخترای قابل من میگه جمع است خانه عزیزم سر کاششتگی من دیگه خدا دادم چون من تاش دیگه در زمین ماندگی هم دم یک احساس کردم یک تغییر چی بود دستم بسیار زیاد بیت شوکش نبودم چی با کسی هم گفتم نمی‌کنم بسیار وضع خراب دویده گشتم پس آمدم سعی کردم که یک چیزی زیاد نبود که به حساب بید و یک جای به حساب نشانش یک جای میمون بسیار کم اما تو یک چیزی احساس کردم آمدم دیدم که یک چیز با زمان به تجربگی و اون چیزی که کلیت به تجربگی و یکی بود بازو زیادتر میشد دیگه به حساب اگر یک تجربه داشته باشی میتونی که کنترلش کنی که زیاد نشنه ولی به حساب اگر یک تجربه باشه و یک چیز خود 4-5 خط بکنی میگیری یا یک کار میکنی کنترلش و زمان به تجربه ما بود که من در خانه که دیدم آسیستم بسیار وزن خراب بود کاسه کتون بانا هر نیم ساعت یک ساعت بود چین میکردم میدویدم میرفتم خبر میگرفتم خلاصه این حقیقت دوامدار بود تا 3 روز بعد از زمان شروع شد در کجا بود اگر میبودم دیگه به حساب ما در جای نبودیم کسی که روان میکردیم میورد درمانی وقت ما میتونیم بریم بگیریم منطقه و قشلاقا و یا دیگه نبود سهولت ها و چیزها دیگه چقدر مشکل بود یک جلسه گنده مقطعی چی کرده بودم 3-4 قیچی کرده بودم داده بودم مبلغ دادن کردم بود کجا برو گوشو در کجا آورد کس نبیننی دیگه ها ساده میشه این تجربه ها را شنیدیم. همه پر از شرم، پر از خجالت و پر از سرکوب و تبعیض. حالا برمیگردیم به روایت سما. به هر حال او نسل زد است و تجربه اندک متفاوت تر دارد. بشنویم که در راه برگشتن به سما و در خانه به او چه اتفاقی افتاد. اگر داستان را اندک لا بتام، سما از قاعدگی آگاهی نداشت اما از بکارت آگاهی داشت. بریم بشنویم که چطوری. با یک بهانه‌ای که برام مثلا تخت پاک بیارم، با بهانه‌ای که استاد من امرایتان کمک کنم یا اینکه داخل صف استاد شوم شاگردهای دیگر را با استاد کنترل چیزا. با این بهانه من استاد بودم تقریبا تمام ساعت‌های درسی. وقتی هم که مثلا میخواستم برگردم تمام راه را ترس داشتم که کسی از پشت سر لباس خونی من نبینه. لباس من خیلی کثیف شده و از خوشبختی هم بود که لباس مکتب سیاه بود، زیاد معلوم نمیشد، فقط معلوم میشد که یک لکه افتاده. این که لکه از چی بود و خب من از این میشرمیدم که اگه انسان بیایه و از پشت سر من ببینه که لباس لکه خونی داره. در مکتبم که بر ما درس نداده بودن. کلا وقتایی که ما در بیولوژی مکتب در مورد بدن ما بود و قسمت ها رو استادا درس نمیدادن، میگفتن که موضوعات بی‌تربیگی است، این بر شما نیست، اگه زیادم شوقش دارین برین در خانه‌تون بخونین. من داخل سن درس نمیدادم. من این ترس داشتم که مثلا از پاچه‌هایم بیرون نرد، چون داخل مکتب ما پتلون چسب و اجازه نبود که بپوشیم. همه اگه مثلا پتلون کلان داشته و ما و دقیقاً تا زانوی من آمده بود مثلا خونه که از بدنم ریخته بود. و جدا از او هم چرا یکی از دوستان متوجه شد چرا لباس لکه زده و من ایران ماندم که چی بگم. گفتم که یک قسمت هستم شیشتم اونجا تر بود و کثیف بود، نمیفهمم چرا او رقم بود از او خواهد و اما دیگه کس متوجه نشد. خب بعدش که رفتم خانه رسیدم اونجا میترسیدم از اینکه بگویم که از بدن من خون میاد. فکر میکنم من کدام مشکل پیش دارم، من کدام مریضی دارم یا نمیفهمم بدنم پاره شده. اما بعدها وقتی که به درخت‌ها بالا میشدم برام مثلا میگفتن که متوجه باشی که مثلا یک چیزی نشه که از بدن خون میره، دختریت از بین میره. خب به خانه که رفتم بسیار ترس داشتم، مثل که داخل سم نمیتونستم به استادا یا کسی بگویم. امو رقم در خانه ترس داشتم که نشه ما به کسی یک چیزی بگم اینا. والا بسیار ترس رفتم با خواهرم صحبت کردم، گفتم که مثلا یک چیزی هست از بدن من میآید. خواهرم گفت که چرا چیست؟ او هم ترسید که یعنی چی که یک چیز از بدن میآید. گفتم نمیفهم خون است. گفت طرف نگاه کرد و خنده کرد، گفت که خب پریود شدی. بعد دوباره رفت برای من یک زیرپوشی با یک پد آورد که خودش هم پدش بسته کرده بود و یاد مانداد که چی رقم بسته میشن.
بعدش هم از این میشرمیدم که مادرم بفهمم. یعنی هیچ وقتی نمیخواستم مادرم بفهمه که من پیریود میشم یا خواهرای کلانترم، یا نمیفهم خواهر، کلا نمیخواستم خانواده‌ام یا کسی دیگه بفهمه که من پیریود شدم. هیچ چیزی در موردش قبلا نمیفهمیدم و وقتی هم که 6 ساعت داخل مکتب استاد ماندم، هیچ کسی هم مثلا نبود که من برم از او بپرسم که چرا از بدن من خون میآید. و این رقم بودیم که داخل مکتب ما مثلا در مورد گپ زدن این چیزا اجازه نبود چون به شرمی حساب میشد. در خانواده ما خواهر کلانم بعضا شاید صحبت میکردن ولی من هیچ وقت منظور نمیگرفتم که یعنی چی. و چون همیشه هم میگن که ما مریض شدیم وقتی که از بدن ما خون اومد، من نمیفهمیدم که پیریود است. فکر میکنم واسه یک مریضی است و من تا یک مدت نمیخواستم که از بفهمم که من یک مریضی دارم. یعنی نمیفهمیدم این پیریود است و طبیعی است و همه اینا. نمیخوایم بفهمم کسی بفهمه که من مریض است. خب در حقیقت من در سال اول که یعنی پیریود من تازه بود، 1 سال میشد که پیریود بودم، اونقدر چی نبود. مثلا در خانه در موردش نه گپ زده شد نه چیزا، ولی در رمضانا مادرم میگفت که بیدار نکنین، مریض است، شاید صبح روزه نگیره. نه ای که با پیریود است یا مثلا مریضی خونریزی یا پیریود چیزا. میگفت که مثلا اون نخواد روزه بگیره صبح. در وقتی که رمضان میشه خواهرم میگفت فلانی پیریود شده و باز مادرم چی نمیکرد. بعد یک شبایی بود که بیدار نبود. اما در وقتهای نماز خواندن من اصلا نمیفهمیدم که آدم وقتی پیریود است نباید نماز بخونه. میرفتم از بالا تنه پایین، من کلا از کمر پایین میشستم، میومدم نماز میخواندم. بعد در نماز بعدی دوباره همین کارو میکردم و این بعدیش بود در جریان نمازم اگه من از بدنم خون میومد من دوباره میرفتم این کارو میکردم، از کمر پایین میشستم میومدم نماز میخواندم و دوباره مثلا خون میومد. یعنی بدترین قسمتش 6.5 ساعت تا 5.5-6.5 ساعت هم کلا ساعت درسی استاد ماندن در اون روز بود، به خاطر که کلا وقتی که خانه رفته بودم پاهم درد میکرد. پاهم مثلا رانم، خود مثلا زیر شکمم، رحمم درد میکرد و تو درد همینه که بشم مثلا به یک چیز، یک پرستامول، یک چیزی بخورم آرام شم، مثل که یک سوزش کنه، چون کلا ساعت‌ها را استاد مانده بودم. او رقم یک درد و سوزش داشتم. همون قسمت خیلی تلخ بود ولی خب گذشت. خنده تلخی که در صدای سما پیچید را شنیدیم. گفت تلخ بود ولی گذشت. اما آیا واقعا گذشت؟ آیا این قصه تلخ در قصه صبرینا و سحاب و خانم امین تمام می شود؟ نه، این قصه ها تمامی ندارد و این تازه آغاز راه روایتگری و قصه های ماست که داریم بیان می کنیم. شاید بار اول است که این قصه ها را از زبان ما می شنوید. در قسمت بعدی من از تجربه خودم خواهم گفت. شنونده عزیزم، ممنون که شکر را می شنوید و ممنون که تابوها را با هم می شکنیم. برای حمایت از این پادکست را با دوستانتان شریک کنید و اگر دوست داشتید در مورد هر آنچه که تابو می دانید با من حرف بزنید، از راه‌های ارتباطی که در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی می‌بینید میتونید با من تماس بگیرید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.